درود بر شما دوستان عزیز، من آرش برگنایت هستم و خیلی خوش اومدید به پارت اول کبابی آرش. برو بریم سراغ ویدیو. خیلی خوش اومدید، برو بریم سراغ ویدیو. خب داستان بازی از چه قراره؟ ما یک مغازه‌ای داریم اینجا که قراره رستوران بشه. بعد این یک زمانی البته الان مال پدرمونه. بعد این تو بازی مال پدرمونه. یه زمانی اینجا رستوران داشته، اینجا کار میکرد و دیگه کسب و کار خودشو داشته دیگه. و حالا بهداشت اومده بهش گیر داد، فکر کنم، یا نمیدونم به خاطر رقیباش بوده، هرچی مغازه رو جمع کرده دیگه، ادامه نداد. مغازه رو جمع کرده، الان همجوری هم که میبینید توش خالیه دار. بعدش حالا الان اومده که این مغازه رو بده به ما که ما این راه رو ادامه بدیم. برو ببین چی میگه. خب منم انگلیسی بلد نیستم. خب حالا که من داستانشو گفتم رد میکنیم دیگه. آها کلید دادش، کلید داد، میگه برو مغازه رو باز. بعد بفرم به برو بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. برق رو روشن کنیم. خب میگه که اینجا رو تمیز کن. آره میگه اینجا رو تمیز کن. آشغالا رو برداریم. چند وقت اینجا نیومدیم، چقدر کثیفه. فهم بسابیم و خب تمیز کردیم. حالا چی میگه؟ تبو بزن. آها تبلتش. خب آها میز بزن. آها نه، آها پس میگه کاغذ دیواری رو درست کن. خب صبر کن. خب اینم از این هیچی. حالا کفروشا. خب تا الان هرچی گفت که انجام بدیم. یه سی رو بزن میتونی وسایل رو جا به جا کنی. خب آها خب بفروش. این همه رو بفروش، نمیشه کاریش کرد. حالا چی؟ دوباره تب رو بزنیم، دوباره بریم اینجا. حالا تیبل میز، دوتا میز باید بزنیم. خب یک دونه 2 نفره میذارم، یه دونه 4 نفره. از این 4 اینم از این. خب حالا آها حالا لوازم آشپزخونه. یک اسم ایستم بده تنظیم کن. میگه یه دونه از نبزه. یه چیزی هم بگم این که بذارین، من اول اینو بذارم. اینطوری بذارم. خب حالا از این میزایی که شدار دو تا از این رو که بذارم. خب سینک. خب چرخ گوشت، چرخ گوشت بذارم. 1000 تو چه خبره؟ خب چرخ گوشت گذاشتم که. چند تا چرخ گوشت بذارم؟ آها خب اینو میذارم اینجا، خیلی بهتره تو دست و پا. خب اینو گذاشتیم. حالا چیه؟ نایف راک.
آها جو ادویه‌ای. خب جو ادویه‌ای و آها تخته برای بریدن گوشت و اینا. خب حالا سرویس کانتر آها این بشقاب کمد بشقابا کاملته. یکی از اینا میخواد، یک دونه از این میزه برای سرو غذا. خب شما برو، نیاز نیست دیگه بایستی، زحمت نکش. خب چی میگه؟ یه گو تو مارکت، برو به مارکت. خب مارکت، اینم از مارکتش. اونورم اونم میوه فروشیه، اونم گوش فروشیه. این میوه فروشی، گوش فروشی، سوپرمارکت. خب چی میگه؟ من بعد یه سری لوازم آماده کردم، ببینید چیو آدم. یه باکس باز کن. دو تا کاسه، این کاسه برای اینه یکیش. خب سیخ کباب، دو تا سیخ کباب، دو تا کاسه. آها نه از این چوبای آتش زده. میگه توا بزن. حالا میخواد براش غذا درست کنی. اوه داستان از اینجا شروع میشه. خب میگه بذار تو منوی مغازت، رسیپی شامل کن. خب بوچر شاپ میگه باید بمی. آها نه گوش فروشی رو میگه. آها دو تا ریبی، یک دونه ریبی، 4 تا فست. تیل فست، تیل فست همون دنبه خودمونه. چون میخوایم کباب درست کنیم بعد دنبه هم بهش اضافه کنیم. برو. بابا زیره میگه و وسایل تو باکس خالی کن. یکیشو میذاریم یکیشو میخواد. بابا خب یخچال نداریم یعنی گوشت خراب میشه. آها حالا باید بریم غذا درست کنیم. خب اول چی میگه؟ میگه اسلایس ریبی، تیک ریبی اسلایس. میگه یک دونه ریبی ببرش. خب بریدم، حالا چیکار کنم؟ آها حالا باید با اینا اینا رو بهش اضافه کنم. 3 گرم سالت نمک، 3 گرم نمک، 3 گرم بلک پیپر فلفل، تیل فست، 4 تا تیل فست، 3 گرم نمک، 3 گرم بلک پیپر. خب حالا اینا رو باید چرخش کنم. ترسیدم فکر کردم ریخ بیرون. خب حالا تیل فست اسلایسش میکنیم، میریزیم اینم اینجا. خب آخ نگو که بعد نمک و فلفل میزدم توی کاسه. حالا فرق نمیکنه بالاخره تو گوشت دیگه. آها میگه به سیخ بکش. بفهمه به سیخ کشیدی. حالا میگه یک دونش رو کباب کن. خب بذار روشن کنم این منبلو. اسمش یاد نمید، از اونقدر دنبال این بودم اسمش نه. تو کجا میری؟ بابا توی چرا جا به جا میشه بسی که به زغاله رو. به عجب آتیشی روشن کردم. خب
اینا رو میزنیم تو کشو فعلا. چقدر گنده شده تو نسخه قبلش، چطوری تو کشو جا میشد. خب بذار اینم به سیخ بکشم فعلا، میذارم اینجا آماده باشه. اوه باید برش گردونم. بذارش خب ندارم. خب بشقاب برداریم که اینو بذاریم داخلش. کباب پخته شه. خب پخته شدش. اینم از این. هنوز چون میفروشی برای ما باز نشده. زمان سج داره، این تایمر داره. خب چجوری بدم من به تو؟ خب بگی دیگه. 2000 years later. خب آقا این من دوباره رفتم از اول تمام اینا رو درست کردم. حالا الان اومدیم غذا رو بدیم بگیر بخور دیگه. یعنی مسابقه های آشپزی نشسته اینجا میخوان این ما آشپزی خوبه. من اگه آشپزی خوب نبود که نمیمدم رستوران میزنم. بخور. پولم داد. بابا خیش برو ما رو به حال خودم بذار دیگه. بابا بایستا این ظرف بشو. نه پس میذارم همطوری کثیف دوباره با همین ظرف بدم به مشتری. که مغزر باز. اوه به به سلام آقا خوش اومدی در مشتری. ماشالله چه ورزشکاری. کباب بدم بفهم. ای بابا سلام سلام. یعنی چی این چه کاری بود؟ بزنم تو سرت که به خاطر تو ما دوباره مجبور شدم برم از اول بیا. خورد. خب پولشو برمیداریم. پولش ضربشم برمیداریم میشون. به به چه تمیز شد. خب اینو برداشت. شب شو چقدر سریع. اوه خانم چقدر عصبانیه. دیر غذاشو بدیم. فرقا میکنه. بذار این ظرف رو بزنم سر جاش. دوتا مشتری. خب مثلا غذام تمام شد. غذا تمام شد. یک لحظه سریع انجام میشه. وای چیکار کنم الان میام آمده میشه. سری پخته شو. تو زود باش. وای بچرخونش دیگه. آقا بچرخون. با هم ظرف بودو دیگه. بفهم. بابا اینو برای چی اینطوری میکنه؟ شبیه زامبیه. بذار اینم بشورم. من به خاطر این الان غذا رو گذاشتم اینجا. 3 تا غذا الان حیف میشه. چرا خاموش کن؟ بابا منقدر روشنه بریم همطوری مغازه آتیش داریم. این مغازه نبست. بذاره بشه جا. خب بگیریم بخوابیم.
بله به. چند ستاره؟ 3 ستاره. ای بله. اوه، رسیپی جدیه. رسیپی آنلاک. سوپ داد بهمون. سب کن. به به، سوپ هم میتونیم الان سرو کنیم. برو بریم. خب دوستان عزیز، امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. تا ویدیو دیگه مراقب خودتون باشید.